سلام. امروز اومدیم به بازار قدیمی و سنتی کجی سر بزنیم. این بازار یکی از قدیمی ترین بازارهای منطقه شمرونه. با اینکه تهران تغییرات زیادی کرده ولی حجره‌های بازار هم بافت قدیمی خودشونو تونستن نگه دارن و گشت و گذار اینجا واقعا میتونه جذاب باشه. سقف بازار یه حالت شیشه‌ای طور داره که تازه ساخته. بانک تهران واقعا تغییرات زیادی کرده، اما میشه دید که خود بازار و اون حجرهایی که داخل بازار هستن همونطور بافت قدیمی خودشون رو تونستن حفظ کنن. واقعا حس جالبی داره. الان که من اومدم سر ظهره تقریبا، شبا اینجا خیلی شلوغ‌تره، واقعا قلقله است، جای سوزن انداختن نیست وقتی که شب شما میایین اینجا. این سقف یه خورده قدیمی تره، فکر میکنم مال همون موقع است که بازار رو ساختن. البته شیرونی طور داره. وسط هم که میوه فروشا هستن. باقالی تازه دارم. اگه تهران اومدین حتما به این بازار سر بزنید. همه مشغول خرید کردن هم. تقریبا همه چیز هم اینجا پیدا میشه، یعنی شما میتونید تمام چیزهایی که تو خونه لازم دارید اینجا تهیه کنید. انواع اقسام خرماها رو اینجا داره. اینجا تختش متفاوت و جدیده. یه کوه زعفران رو شما میتونید مشاهده کنید. انقدر اینجا همه چی رنگ و رنگ آدم دوست داره نگاه کنه. یه آکواریوم پر زعفران. وقتی اینجا قدم میزنیم زبان‌ها و لهجه‌های مختلفی رو میتونید ببینید. انگاری از همه جای ایران اومدن اینجا دارن خرید میکنن.
پاساژ طلا-فروشی بزرگ هم داره. ترماهای قشنگی داره. خسته نباش. یکی از زیباترین چیزهایی که میتونید ببینید بازارهای قدیمی تهرانه. خسته نباش. واقعا خوشگل هم چیزایی که اینجا هستن. که تازه است. با اینکه اینجا منطقه یکه ولی خب قیمت اجناس اینجا فکر کنم خیلی خوبه که خرید زیاده داخلش. قیمت ها مناسب اینجا. اینجا هم روغنگیریه، روغن زیتون، کنجد. داخل راسته پاساژهای مختلفی هست. هر کدوم یه چیزی فکوس کردن. یه سریاشون لوازم ورزشی میفروشن، یه سریشون طلا جواهر میفروشن، یه سریشون پارچه میفروشن، یه سریشون لباس میفروشن. واقعا آدم سیر نمیشه از قدم زدن تو این بازار. سوهان هست، اینجا میپزن، گس هست، جالبه. دوباره یه روغنگیری دیگه هست. رستوران قدیمیه، خوشبال فروشی دیگه هست، یه کرم فروشیه.
اینجا داره. بازار اینجا تمام میشه. اگه از ویدیو لذت بردین سابسکرایب کنین که دوباره واسهتون بتونم از این ویدیو بذارم. مرسی. ممنون.